سوربرسینگ نام دارد. هر رمضان برای مسلمانان در ولایت غزنی خرما توزیع می کند. وی می گوید که این کارش را برای به دست آوردن ثواب، آزادی مذهبی و محبت و همدلی می کند. امروز 20 ماه مبارک رمضان است. از این خاطر ما با وطندارای خود که با افغانستان زندگی میکنیم، کل مسلمانان برادرای ماست، ما امروز از جا همیشه همدردی داریم، همشریکی داریم. از خاطر ازی ما یک مقدار خرما را به وقت افطار به یا توزیع کردیم، تقسیم کردیم. شمار سیک ها در ولایت غزنی انگشت شمار است و بیشترشان مصروف دکانداری اند. در هر کال مطلب د روزه په میاس کې چې کوم روز برابرۍ کې موږ دا صحابي دا ویشو په مسلمانانو رونه باندې ولې چې وطنداري ده د موږ وطنداران ده او موږ دوی سره اوسېږو دغلته دا صحابي کار هم. باشندگان غزنی این کار سوربرسینگ را تقدیر می کنند و این کار را احترام به مذهب و احترام متقابل می گویند. برادران اهل حمید و سک ما در غزنی همیشه در هر موضوع با تمام برادران و مسلمانان اینا غم شریکی داشتن و در هر ایام اینا در کنار مردم بودن. اینا به عنوان هموطن همیشه همدردی خود را داشتن، مردم هم با اینا همدرد و کنارشان هست.